آوازخوان جوان تاجیک فخرالدین نظر که بیشتر با تخلص فخرالدین کولابی شهرت داشت، روز 16 اپریل سال 2023 در دهه اخیر ماه شریف رمضان از عالم چشم پوشید. در این باره هنرمند گروه عرب شو کمپانی دوستمراد شریف با نشر یک تعزیه در کانالش در یوتیوب خبر داد. بنا به اطلاع او، فخرالدین کولابی طی 2 ماه اخیر از بیماری جگر رنج میکشید و همین بیماری سبب مرگ آوازخوان جوان شده است. دوستمراد شریف همچنین خبر داد که مراسم نماز جنازه فخرالدین کولابی روز 16 اپریل در محله مایاکوفسکی برگزار شده است. فخرالدین تقریبا 15 سال باز به آوازخوانی مشغول بود و اساساً ترانه‌های مردمی را در سبک مشهور به سبک کولابی اجرا میکرد. فخرالدین نظر بیشتر در توی سور مردم هنرنمایی میکرد و عمر فرصتش نداد که ترانه‌هایش را در استودیوهای کسبی ثبت و ویدیو کلیپ کند.